بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران قرآن. الله منان. امیدوارم هر کجا که هستید هر لحظه زندگیتون در جوار قرآن کریم بهتر و زیباتر از لحظات گذشته آن سپری گردد. در برنامه گذشته در درس آموزش روحانی قرآن کریم به همراه شما خوبان و سروران به حرکت فتح اشاره کردیم. یکی از نشانه ها و از علائمی که در قرآن کریم زیاد مشاهده می‌کنیم بر روی برخی از حروف و در برنامه امروز انشاءالله به یکی دیگر از این حرکات اشاره خواهیم کرد که حرکت کسر است. اگر به خاطر داشته باشید ما تصویر حرکت فتح رو به همراه شما عزیزان مرور کردیم و مثالهایی هم در این باب داشتیم. این حرکت فتح یا زبر یا زبر به فارسی است. حرکت فتح به این شکل بر روی حرف قرار میگیره. اگر این خط پایین رو ما یک حرف فرض بکنیم حرکت فتح بر روی آن قرار میگیره و نمونه هاش رو هم برای شما عزیزان دیدیم که به این شکل حرکت فتح بر روی حروف قرار میگیره و هر حرفی که حرکت فتح بر روی آن قرار گرفت در هنگام تلفظ آن حرف یک صدای ا به آن حرف اضافه میکنیم به مانند ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ه، ی. اینها مثال های حرکت فتح بود و همچنین اشاره کردیم خدمت شما عزیزان و سروران که فتح به معنای باز شدن هست و به این خاطر به این حرکت فتح گفته میشه که در هنگام تلاوت و در هنگام تلفظ اون حروفی که این حرکت روی اونها هست دهان باز میشه و به تعبیر عربی فتح میشه، یعنی اینکه گشوده میشه. در درس امروز حرکت دیگری رو به همراه شما عزیزان و سروران خواهیم داشت که حرکت کسره نام داره. شکلش رو با هم مشاهده میکنیم. این حرکت که زیر حروف قرار میگیره از لحاظ نوشتن و شکل نوشته دقیقا مثل فتح است، اما تفاوتش اینه که فتح بالای حرف قرار می گرفت. اگر این خط رو ما یک حرف فرض بکنیم فتح بالای او بود و کسره در زیر حرف ها همیشه قرار می گرفت. حرکت کسره یا زیر در فارسی بهش زیر میگیم به خاطر اینکه زیر حروف قرار می گرفت و کسره بهش گفته میشه در حرکت در زبان عربی به این حرکت کسره گفته میشه به این خاطر که وقتی که ما این حرکت رو بخوایم تلفظ بکنیم در زیر حروف قرار بگیره گویی که ما میشکنیم حرکت رو و یک صدای ا میگیره. هر وقت هر حرفی این حرکت زیرش قرار گرفت صدای ا میگیره، گویی که ما او رو میشکنیم و پایین میفرستیم این حرکت رو و صدا رو. نمونه هاش رو این حرکت وقتی که بر روی در زیر حروف الفبای عربی قرار بگیره به این شکل خواهد بود. با هم تصویر رو مشاهده بکنیم. در الفبای 28 گانه عربی وقتی که کسره بر زیر حروف قرار بگیره به این شکل نوشته میشه کسره زیر حروف، فتح بالا بود، کسره زیر حرف است. طریقه تلفظش هم به این شکل هست که هر حرفی که این حرکت زیر آن حرف قرار گرفت ما به آن حرف یک صدای ا میدیم. اینجا مثلا میشه ا، ب، ت، ث، ج، ه، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ه، ی. صدای ا. همه این حروف حرکت کسره دارن و صدای ا میگیرن. یک نکته رو
مد نظر عزیزان باشه که وقتی حرکت کسره رو ما تلفظ میکنیم صدای ا میگیره، ای نشه، ای غلط میشه. و وقتی کسره میبینیم زیر حرف، بعضی از عزیزان مشاهده میشه که وقتی حرکت کسره میبینن ای تلفظ میکنن. در مثال ها بهتر متوجه خواهید شد که منظور من چیست. صدای ا داره، ما یک حرکت کشیده بلند داریم که ای هست، اون رو بعدا ان بهش خواهیم رسید. اما حرکات کوتاه، الان ما حرکت فتحه جز حرکات کوتاه حساب میشه، و همچنین حرکت کسره نمیگیم ای، نمیگیم میگیم اون فتحه بود. کسره هم به این شکل خونده میشه که ب ت، نمیشه بی تی، نه، ب ت ث تا آخر الف با. مثال هاش رو با هم دیگه ببینیم در کلمات که چگونه خوانده میشه. این مثال ها ترکیبی از حرکت فتحه و کسره هست، چون ما در درس گذشته به همراه شما عزیزان حرکت فتحه رو داشتیم. ما ترکیبی از درس گذشته و امروز حرکت فتحه و کسره رو با هم دیگه در این مثال ها میبینیم. ذ نه، ذ نه، اینجا میشه فتحه صدای میگیره، کسره صدای میگیره. ذ نه، ذی نشه. اونی که گفتم من وقتی گفتم کسره صدای ای نگیره، اینطوری نشه که بشه اذینه، اذینه. بعضیا اینجوری میخونن، ذی صدای یا میدن به این، صدای ای میدن به ز، صدای ذ ذ، اذنه، 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 اذنه. برای یادگیری در آغاز شما حرف ها رو یکی یکی بخوانید، بعد پشت سر هم با سرعت بیشتر بخوانید. ر، را، ه، م، را، ه، م. سر هم وقتی که پشت سر هم بخوانیم، رحمه، رحمه، رحمه. مثال بعد، س، خ، طا، س، خ، طا، سخط، سخط، سخط. مثال بعدی، خ، س، را، خ، س، را، خسر، خ، س، را، خسر، خسر. مثال بعد، م، ل، ک، م، ل، ک، ملک، ملک. وقتی این حروف به هم بچسبه به این شکل نوشته میشه، ملک، ملک، ملک. اولش حرف به حرف، هر حرفی رو با حرکتش میخونیم. م، ل، ک، ملک، ملک. در خواندن هم عزیزان عجله نکنید، به همین شکل جز بخونید، بعد متصل به هم بخونید. مثال های بعدی، م، ل، م، ل، عمل، عمل. ب، خ، ل، ب، خ، ل، بخل، بخل. مثال بعد، ح، س، ب، ح، س، ب، حسب. ببینیم اینجا سی نشه حسیبه، حسیبه نشه، نه، ح، س. از همین ابتدا عزیزان دقت کنید، حرکت کسری فقط یک صدای میگیره، بیشتر کشش ندید. اگر کش داده شد میشه ای، نه، ح، س، ب، حسب، حسب. ب، ر، ق، ب، ر، ق، برق، برق. ح، ب، ط، ح، ب، ط، حبط، حبط. مثال های بعدی، ر، م، ر، م، رائم. این علامت به شش کوچک روی همچین شکلی که قرار بگیره همزه گفته میشه بهش و صدای یا
یا او میگیره، بر حسب سم فتح و یا کسری که داره، حرکتی که داره روش تاثیر میگذاره. ر اینجا کسره داره، صدای ا میگیره. ر ا م را م را م صا ح ب صا ح ب صاحب صاحب صاحب. مثال بعد ف ه م ف ه م فهم فهم. خ خ ب را خ ب را خ ب را خ ب را. ا س ف ا س ف اسف اسف. مثال بعدی با هم ببینیم. د ب ق دبق دبق و ث ق و ث ق وثق وثق. ق ب ل ق ب ل قبل قبل. ح م د ح م د حمد حمد. ا ش را ا ش را اشرا اشرا. بریم سراغ مثال های بعدی. در این جدول کلماتی داریم که ترکیبی از فتحه و کسره هستن حرکاتشون. مثال اول ورث ورث ورث. فرح 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 فرح. أزف 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 أزف. و زر و زر وزر وزر. سمع 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 سمع. خط بعدی شرب 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 شرب. راغب 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 راغب. ورم 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 ورم. راكب 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 راكب. سلم 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 سلم. مثال بعد سخر سخر سخر. وجع 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 وجع. عهد عهد عهد. حفظ 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 حفظ. لعب 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 لعب. اینها نمونه مثال هایی بود از حرکت کسره به همراه حرکت فتحه که ما در برنامه گذشته خدمت شما عزیزان مطرح کرده بودیم. خلاصه درس این برنامه‌مون این بود که حرکت کسره که شکلش دوباره با هم ببینیم به این شکل هست. این حرکت کسره است. این حرکت، این خط اگر یک حرف باشه، یک حرف فرض بکنیم، حرکت کسره زیر اون قرار میگیره و به این شکل بر زیر حروف الفبای عربی قرار میگیره. بهش میگیم کسره یا زیر. به فارسی ما بهش میگیم زیر، چرا که زیر حرف قرار میگیره. کسره یعنی شکسته شدن، از انکسار و شکستگی میاد و زیر حرف قرار میگیره
چون وقتی انسان چیزی میشکنه پایین میفته، گویی که شکسته و پایین افتاده، به خاطر بهش کسره گفته میشه. و نحوه تلفظش رو هم گفتیم که وقتی که زیر حرف این علامت قرار گرفت، صدای کسره صدای ا میگیره، ا، ب، ت، س، ج، ه، خ، د تا آخر این حروف. فقط نکته که بسیار مهم است و بازم تاکید میکنم که حرکت کسری یک حرکت کوتاه است و حتی حرکت فتح هم یک حرکت کوتاه است. اینطور نشه که در تلفظ حرکت کسره اون رو ما کش بدیم بیش از حدش، یعنی ای بشه، ا نشه ای، ما حرکات کشیده هم داریم، آ، ای، او، اینها رو باز بهش خواهیم رسید. اما حرکات کوتاهی ما داریم که ا و او هست. ا همون فتحه بود که ما در برنامه گذشته بهش پرداختیم، کسره است که در این برنامه بهش پرداختیم و او حرکت ضمه هست که انشاءالله در برنامه بعد بهش خواهیم پرداخت. امیدوارم که حرکت کسره رو هم عزیزان یاد گرفته باشید. تمرینات رو شما ادامه بدید پیش خودتون و میتونید که قرآن کریم رو باز بکنید، جاهایی که فتحه و کسره میبینید ا و ا، همون کلمات رو تکرار بکنید و شما انشاءالله برنامه رو تکرار بکنید. باز تمرین هایی که داشتیم حتما این تمرین ها رو من به خاطر اینکه وقت برنامه زیاد گرفته نشه یکی دو بار بیشتر تکرار نمی‌کنم، اما شما میتونید تمرین ها رو بارها و بارها پیش خودتون تکرار بکنید تا خوب براتون حرکت فتحه و کسره جا بیفته و همینطور در هر درسی سعی کنید روی تمرین ها بیشتر و بیشتر تکرار بکنید تا اون درس براتون خوب جا بیفته و درس های بعدی رو وقتی که یاد میگیرید ان شاءالله دیگه به راحتی میتونید باذن الله تعالی بعد از اکمال و تمام شدن این درس ها تمامی قرآن کریم رو هر جایی که باز بکنید به راحتی و با اطمینان صحیح تلاوت بکنید. همراه ما باشید در درس بعد با معرفی حرکت ضمه. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارشون.